به نام خدای مهربان. سلام، من علی رجایی هستم و توی این ویدیو میخوام در مورد یه سری باورها در مورد رشته رزمی یا رشته بوکس به خصوص با شما صحبت کنم. و این موضوع اینه که خیلی فکر میکنن که اگر بوکس کار کنن ممکنه صورتشون از بین بره یا مثلا قیافشون زشت بشه و از این باورها که حالا معمولا بین پدر مادرها خیلی بیشتر هست و حالا توی جامعه هم هست در کل. اما من میخوام این صحبت رو با شما بکنم که اولا هر رشته رزمی یا هر رشته ورزشی کلا شما بخواید کار کنید آسیب درش هست. حالا یه سری رشته ها بیشتر آسیب دارن، یه سری رشته ها کمتر، که بوکس فکر میکنم جز رشته هایی که مثلا رده 27 یا 30 مثلا باشه از لحاظ آسیب دیدنی و بیشتر درسته صورت شما درگیره، اما شما توی شروع کار اصلا نیازی نیست که حتی به صورت شما ضربه بخوره. شما فقط کافیه که مشت رو یاد بگیرید، گارد رو یاد بگیرید، مشت زدن رو یاد بگیرید و اول عشق و علاقتون رو انجام بدین. اگر مبارزه دوست داشتین انجام بده، اگر تو طول مسیر دیدید که دوست دارین خودتون رو تجربه کنید، اگر دیدین ترستون از مشت خوردن ریخته، اون وقته که شما باید وارد اصلا رینگ بشید یا حالا مبارزه‌های تن به تن انجام بدید. و کلا شما توی مبارزه‌های دوستانه اصلا هدف بر اینه که به همدیگه آسیب نزنید و با همدیگه به صورت یک بازی تدارکاتی یا یه جورایی مثلا شرطی که اگر هم مشت به هم میزنید اصلا نباید به هم آسیب بزنید. برای همین آسیب توی بوکس میگم هست، اما نه اونطور که بقیه فکر میکنن حالا برم توی بوکس صورتم خراب میشه، دماغم زشت میشه، ولی در کل چیزی که هست اگر شما بخواید به قهرمانی فکر کنید اینم باید دیگه بپذیرید و اصلا یه جورایی الان به شخصه برای خود من یه جورایی لذت داره. من وقتی مشت میخورم اصلا حتی دیگه اون دردهایی که اوایل داشتم دیگه ندارم، اون ورمایی که بعد از مشت خوردن برای من به وجود میاد دیگه نیست، صورت من آنچنان دیگه باد نمیکنه و یه جورایی صورت من پخته شده و توی سطح حرفه‌ای اتفاق برای شما میفته. اما توی شروع کار حالا من شاگردام خب بالاخره خیلی حواسم هست که به هم آسیب نرسونن و مسلما شما تو هر باشگاهی که برید بالاخره مربی اونجا یه سری قوانین داره و شما باید از اون قوانین رعایت کنید که کمتر آسیب ببینید. اما در کل بالاخره روش‌های حفاظتی هم برای صورت هست. شما میتونید از کلاه استفاده کنید، از لثه استفاده کنید، به حریفتون بگید که من میخوام آروم کار کنم و میگم اینا همش مراحل بالا، یعنی شما به حداقل بعد 3 ماه به صورت فنی کار کنید روی مشت زدنتون، روی گاردتون، روی حرکات پاهاتون و خیلی موارد رو اول باید یاد بگیرید و بعد وارد مبارزه یا مسابقه یا مبارزه تن به تن بشید. و هدف ما هم در کل توی بوکس حالا توی سطح حرفه‌ای اینه که شما کمتر مشت بخورید و بیشتر مشت بزنید. یعنی این نیست که شما به همون اندازه که مشت دریافت میکنید مشت بزنید، هدفی نیست. هدف اینه که شما اگر 10 تا مشت میزنی یه دونه مشت دریافت کنی، یعنی باید به اون سطح از فن، به اون سطح از مهارت برسی و ما تلاشمون بر اینه که بتونیم به این سطح، حالا چه خودم چه بچه‌هایی که با من کار میکنن، بتونم بچه‌ها رو به این حد برسونم. ولی خواهش میکنم این باور، حالا چه پدر مادرها و چه دوستانی که حالا این ویدیو رو میبینن، اگر به بوکس علاقه داری نذار یه سری از باورایی که حالا اطرافیان بهت میگن نه اگه بری بوکس فلان میشه، اگه بری بوکس نمیدونم صورتت آسیب میبینه یا مثلا اتفاق خاصی برات میفته، نذارید این ورودی های ذهنی شما رو از اون عشق و علاقتون دور کنن و سعی کنید واردش بشید، خودتون تجربهش کنید. وقتی تجربهش کردین میبینید اصلا 90% حرفایی که دیگران زدن اصلا چرت محض بوده، یعنی اصلا اون چیزی که بقیه میگفتن نیست، صورت شما داغون نمیشه، دماغتون از بین نمیره. و مهمترین عاملی که من توی این چندین سالی که رشته حالا رزمی‌های مختلف کار کردم و بوکس کار کردم، مهمترین عاملی که باعث این شده که برای بچه‌ها اتفاق بد بیفته، مثلا دماغشون بد بشکنه یا مثلا جراحت سختی توی صورتشون به وجود بیاد، عامل اصلیشون ترس بوده. یعنی اینا همیشه میترسیدن که همچین اتفاقی براشون بیفته و براشون میافتاد و کسایی رو میدیدم، حالا چه خودم چه بچه‌هایی که اصلا براشون مهم نبود، حتی مثلا من مشت میزدم میگفت سنگین‌تر بزن، سنگین‌تر بزن و اتفاق خاصی برای صورتش نمیافتاد چون ترسی از درون درش نداشت. اما کسایی که ترس داشتن به محض اینکه اون ترس براشون غلبه میکرد، حالا یا دماغشون میشکست یا مشکل دیگه براشون پیش اومد. برای همین حتی برای کسایی که الان ترس دارن من پیشنهاد میکنم شروع کنید، تمرین کنید، آروم آروم ادامه بدید. این ترس خود به خود از بین میره و این ترس شما به لذت تبدیل میشه، به اینکه حالا اگر مشت بخورم احساس، حتی مشتم بخورم احساس خوبی دارم، یعنی من اصلا مشکلی با مشت خوردن ندارم. برای همین دوست دارم این باور محدود کننده رو از بین ببرید. اگر واقعا عاشق بوکس هستید شروعش کنید، تمرینش کنید که خیلی خیلی لذت بخشه و به من که توی همه جنبه‌های زندگی کمک کرده و مطمئنم شما هم اگر شروعش کنید بهتون خیلی شجاعت میده، خیلی اعتماد به نفس میده، خیلی حس و حال خوبی میده تو شرایطی که حالتون خوب نیست یا
نیازی به یک احساس بهتری دارین، میتونید از این روش فوق‌العاده مشتنی استفاده کنید. امیدوارم این آموزش به درتون خورده باشه. اگر مسئله، سوالی، موردی هست که میتونید به من گوشزد کنید که براتون توضیح بدم، میتونید داخل کامنت ها برای من بنویسید. امیدوارم که موفق باشید و این آموزش به درتون خورده باشه. فعلا خدا نگهدار.